عبادت فکری است که انسان با فکر خود عبادت میکنه. چه قسم با فکر خود عبادت میکنه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مثلا وقتی که تفکر کرد در خلقت آسمان و زمین، باز این چی میشه؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، باز در نتیجه میرسه، باز میگه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این آسمان و زمین خود باطل خلق نکردی، سبحانك فقنا عذاب النار. سیکو این انسان به چی رسان؟ چی گفت؟ سبحانك، پاکیز دارم. پس این موحد ساخت. پس این عبادت چی شد؟ عبادت فکری شد.